سلام دوستان گلم، امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز میخوایم با هم این قورباغه زیبا رو ببافیم. ببینید، برای بافت این قورباغه من از مکرومه استفاده کردم. شما میتونید از کانوا هم استفاده کنید، منتها خب کوچیک‌تر میشه. همین اندازه هایی که من میگم استفاده کنید و خب کوچیک‌تر میشه. برای بافتش اول از همه یه حلقه جادویی میزنید. ببینید، نخ میارید، یه زنجیره میزنید داخل این حلقه. 6 تا پای کوتاه ببافید. ببینید، 1 2 3 4 5 و 6. حلقه رو میبندید و به زنجیره اول بست میزنید. ببینید، ببینید بست میزنید. خب رج دوم باید هر پایه رو، الان 6 تا پایه داریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا پایه رو باید جفت بزنید، یعنی میتونید مارکرم بذارید. ببینید که بدونید از کجا شروع کردید. 1 2 3 4 5 6. هر پایه 2 تا بزنید. 1 2 1 2. هر پایه 2 تا بزنید این رج میشه 12 تا دوستان. رج بعدی ببینید، اینم در میارید، 2 تاشو میزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا خوب شده و بست. و مارکر رو میذارید سر جاش. رج سوم یه پای کوتاه یک افزایشی، یک پای کوتاه یک افزایشی، یعنی اولی رو ببینید یه دونه پای کوتاه میبافم، دومی رو 2 تا پای کوتاه میبافم، یعنی افزایشی. خب میبافید تا اینجا. رج سوم میشه 18 تا پایه. رج سومی که بافتید بستتون رو بزنید. رج چهارم یه پای کوتاه ببافید. ببینید، یک پای کوتاه، یک افزایش، یعنی جفت بزنید و یک پای کوتاه، یعنی 3 تا من الان بافتم. یه پای کوتاه، یک افزایش، یه پای کوتاه، دوباره یه پای کوتاه، یک افزایش و یک پای کوتاه. رج 4 ببافید تا اینجا. رج 4 رو بافتم، بستشم میزنم. رج 5 ببینید یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه، 3 پای کوتاه. 3 تا پای کوتاه میزنم، یه دونه افزایشی یعنی جفت، دوباره یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه، 3 پای کوتاه، یه افزایشی و جفت. رج 5 تا آخر ببافید که میشه 30 تا پایه. رج 5 تموم شد با 30 پایه، بستشم زدم. رج 6 یه پای کوتاه، 2 پای کوتاه، سومی افزایشی یعنی 2 تا میبافیم داخلش،
دوباره 2 تا پای کوتاه تک، 1 2، یعنی 2 تا پای کوتاه تک، یکی افزایشی، 2 تا پای کوتاه تک. اینم تا آخر ببافید. رج 6 میشه 36 پایه. رج 6 رو بافتم دیگه، نیازی به مارکر ندارم چون یه رج دیگه مونده. بستم هم زدم. الان 36 تا رج 6 پایه داشتم. این 36 تا رو ساده بافی میکنم، یعنی هر پایه یه دونه پای کوتاه میبافم، اصلا زیاد نمی کنم تا آخر. سر قورباغه تموم شد. بست رو هم زدم. با یه قلاب کوچیکتر نخ رو از لای بافت عبور میدم. چند بار. ببینید اضافهش رو میچینم و میسوزونمش. اینم همینطور اول بافت، اینم همین کار میکنم، میچینم اضافهش رو و میسوزونم. ببینید این میشه سر قورباغم. خب الان باید زبون قورباغه رو ببافیم، چون کانوای من نازکه میخوام دلا استفاده کنم دوستان. ببینید دلاش میکنم، شروع میکنم به بافت. خب یه گره خفت میزنم، 10 تا زنجیره. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و از زنجیره دوم شروع میکنم به بافت پای کوتاه تا آخر، یعنی باید 9 تا من پای کوتاه ببافم و بعد بست بزنم. برای بدن قورباغه گره خفت میزنم، 3 زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره، ببخشید 4 زنجیره. از زنجیره دوم پای کوتاه میزنم، 1 2 و 3 که 3 تا پای کوتاه اینجا داریم. یه زنجیره میزنم و بافت رو برمیگردونم. الان 3 تا زنجیره داریم. 3 زنجیره رو پای کوتاه میبافیم، 1 2 3. 3 تا رو که بافتیم تک زنجیره میزنیم، بافت رو برمیگردونیم. الان رج سوم هستیم. اولی رو افزایش میدیم. ببینید 1 2 2 تا داخلش میبافیم. وسطی رو تک میبافیم. سومی رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا داخلش میبافیم. یه افزایش، یه تک، یه افزایش. دوباره یه تک زنجیره میزنیم، برمیگردیم. رج 4 هستیم. 4 تا 6 باید ساده بافی ببافیم، یعنی همین 5 تا پای کوتاه رو ببافیم، نه زیاد کنیم نه کم. من رج 4 رو بافتم، تک زنجیره میزنم، 5 و 6 هم ساده بافی میبافم و برمیگردم. رج 6 تموم شد، تک زنجیره رو میزنم، بافت رو برمیگردونم. یه دونه کاهش. ببینید کاهش چجوری انجام میدم. نخ میگیرم نمیبافم، میرم دومی، نخ میگیرم نمیبافم، 3 تاشو با هم یکی میکنم. یه دونه تک پای کوتاه میبافم، دوباره یک کاهش. ببینید نخ میارم، میرم دومی، دوباره نخ میارم، 3 تاشو با هم یکی میکنم. این رج دوباره شده 3 تا پایه. تک زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. رج 8 تا 10 ساده بافی، همین 3 پایه رو میبافیم تو این 8 تا 10.
ببینید این 8 تک زنجیره، 9 دم همین 3 پایه رو میبافیم و برمیگردیم. خب رژ یه تک زنجیره میزنم، باف رو برمیگردونم. رژ 11 یه دونه کاهش، 3 تا رو یکی میکنم و یه دونه تک پایه کوتاه، زنجیره میزنم، باف رو برمیگردونم. رژ 12 2 تا پایه رو میبافم، 1 2 تک زنجیره میزنم، باف رو برمیگردونم. رژ 13 یک کاهش. ببینید خب از اینجا به بعد 10 تا زنجیره میزنم، 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا زنجیره زدم. از زنجیره دوم ببینید 7 تا بست میزنم، نخ میارم، بست میزنم، یکی، این 2، این 3 4 5 6 7 2 تا میمونه، 2 تا رو هم پای کوتاه میبافم، 1 و این 2. ببینید تا اینجا که بافتم میرم پایه روی بدن اینجا بست میزنم، ببینید بست میزنم. باید من دور تا دور این بافت رو بست بزنم، ببینید باید دور تا دور میتونید این کارو کنید، از همینجا دور تا دور کار رو بست بزنید بیاید تا اینجا، بعد پا دست رو ببافید، یا اینکه میتونید تا اینجا که رسیدید دست رو ببافید، بست بزنید، پا رو ببافید، دوباره بست بزنید، پا رو ببافید، دوباره بست بزنید، دست رو ببافید. من میخوام همین مرحله دوم برم. رفتم اینجا، ببینید الان میخوام دست رو ببافم، اینو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب 10 تا زنجیره رو که زدید ببینید 4 تا بست میزنید. از زنجیره دوم 1 2 3 4 بست که زدید دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره بزنید. دوباره از زنجیره دوم 4 تا بست بزنید، 1 2 3 4 دوباره 5 تا زنجیره. از زنجیره دوم دوباره 4 تا بست، 1 2 3 و 4. ببینید الان 3 تا انگشتش در اومده، میرم وصل میکنم اینجا، بست میزنم. ببینید اینجا که بست زدید دیگه بست بزنید برید تا آخر. ببینید همه این پایه ها رو بست بزنید برید تا برسید به بدن. ببینید وقتی به اینجا رسیدی ببینید دستش بافته شده، دوباره میرید روی بدن بست میزنید. این بست باعث میشه که این دست هم اینجا محکم بشه، هم میخواید این قسمت بدن رو بست بزنید. دوباره همین کنار بدن رو بست میزنید، میرید جلو، ببینید میرید جلو تا برسید به پا. همینجوری میرید جلو.
خب ببینید اینجا من میخوام پا رو ببافم. یکی دیگه میرم جلو. خب اینجا میخوام پا رو ببافم. دوباره 10 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینم مثل دست ببافید. از دومین زنجیره بست بزنید 7 تا، نه از دومین زنجیره 4 تا بست بزنید. دوباره 5 زنجیره 4 بست، 5 زنجیره 4 بست. اینو بست کنید. دوباره این قسمت بست بزنید، پای دوم بست بزنید، بیاید دستو همینجوری ببافید و آخرش کات کنید. خب بدنش هم بافتم. ببینید الان این بدن بزرگتر از این بدنه. خب این ضخیم‌تر بوده. الان میرسیم به 2 تا چشمش. ببینید یه حلقه جادویی میزنم، یه زنجیره داخل این حلقه 6 تا پای کوتاه من میبافم. شش پای کوتاه رو که بافتم، حلقه رو جمعش میکنم و بست میزنم. زنجیره اول ببینید بست میزنم، یه زنجیره میزنم، رج دوم همه رو دوبل میزنم، یعنی که 2 تا پای کوتاه، هر پای 2 پای کوتاه که بشه 12 تا. 12 تا رو که بافتم بستش رو میزنم، یه تک زنجیره و نخ رو کات میکنم. نخ رو از لای بافتای پشت عبور میدم و میسوزونم. دوستان 2 تا از این باید ببافید. 2 تا از این باید ببافیم برای اینجای چشم. و کاموای سفیدم ببینید یه حلقه جادویی میزنم، یه تک زنجیره داخلش 6 تا پای کوتاه، ببینید 6 تا پای کوتاه، 1 2 3 4 5 و 6. حلقه رو میبندم و بست میزنم. ببینید اینو که بافتید میذارید رو این چشم، ببینید اندازش خوبه یا نه. یکم از چشم پایینی باید معلوم بشه. اگه خواستید یه رج دیگه میبافید، نخواستید ببینید همین چشم براش خوبه. من همینجا نخ رو یه زنجیره میزنم و کات میکنم و از لای بافت و داخل لای بافت پشت عبور میدم. الان ببینید این اضافه ها رو میچینم، اینو ببین اینجوری میذارم روی این. هم میتونید اینو به این با نخ و سوزن همرنگ بدوزید و هم میتونید چسبم بزنید. از این چشما ببینید بگیرید برای وسط چشمشون. ببینید از اینم چسب میزنم این وسطش. ببینید من اینا رو انجام میدم، به هم میچسبونم، برمیگردم. میتونید با نخ سوزن گفتم یا اینکه با چسب بچسبونید. خب 2 تا چشم من ببین آماده است و نخ و سوزن. ببین نخ همرنگ ور میدارم برای این کار. ببینید این دهنش رو وا میکنم، یعنی سرش میشه. اینو میذارم اینجا. ببینید اینجا من این قسمت رو میدوزم. با مکرومه نمیشه دوخت دوستان، چون خیلی مشکل. یه چند تا کوک بزنید و این قسمت فعلا تموم میشه
تا برسیم قسمت چشمش. خب ببینید اینم که اینجا دوختم. حالا این دوتا رو هم بذارید دوستان. ببینید اینم که زبونش. خب این دوتا رو قشنگ رو هم بذارید. این دوتا چشم باید نصف نیم دایره داخل باشه اینجوری، یعنی روی این سر باشه. دوتاشو وسط میزون کنید، ببینید وسط باشه. و حالا میتونید یکیشو بدوزید بعد اون یکیشو. خب دوستان اینم قورباغه خوشگل ما که آماده شد. دوستان گلم تا اینجا اومدید که معلومه از آموزش های من خوشتون اومده. لطف کنید کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا آموزش های منو از دست ندید. امیدوارم که حمایتاتون رو فراموش نکنید. ممنونم.